سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو کانال من. امیدوارم هرچه سریعتر با هم به 1000 سابسکرایبر برسیم. من جی تی فیفا هستم و امیدوارم در کنار هم لحظات خوبی رو داشته باشیم. ابتدا این ویدیو فقط جهت آشناییه و میخوام اکانت دوم بهتون نشون بدم. این اکانت که الان بهتون نشون میدم، خب قراره که بین نفری که کانال رو به 10 سابسکرایبر برسونه، یعنی 9 نفر سابسکرایبر کانال، اگر که به 10 برسونتش این اکانت رو میگیره که الان با هم میبینیم. بله، این اکانت اوور 90 که کارتا خوبی داره، سالیبا داره که 2 بار رنگ خورده، اودگارد داره، هالندو که هالندو بلینگامو به همه داره، یه دونه ماسکرانو داره که برای رنگ دادن گذاشتمش و آکی که بازیکن خوبی. همونطور که میدونید کارتای رنگ یه دروازه‌بانی به نام دودوک، اون برای ارتقا دادن بازیکنان 80 تا 89 و این ماسکرانو برای رنگ اپ کردن بازیکنان 90 تا به بالا. همونطور که میدونید این کارت سالیگا که کارت واقعا خوبیه، قراره اگر آرسنال برنده بازی توی چمپیونز لیگ بشه اوور بهش تعلق بگیره و بهتره که شما اول اینو خریداری کنید. قیمتش 2-3 میلیون و با کارت اگر این دودوکو داریم به این رنگ بدین و قیمتشو خیلی میبره بالا، یعنی قیمتشو خیلی میبره بالا. ببینید تو مارکت الان من بهتون میخوام نشون بدم. ببینید بذار اینجا بزنم 89 و پوستش هم نیود. حالا مشکل نداره، بذار از اینجا بچش. ببین این سالیبا قیمت اصلیش 2 میلیونه و من تو 2 بار رنگ دادم به 7 میلیون خورده رسیده و این خیلی خوبه، یعنی خیلی افزایش اوور و بهتون اینو پیشنهاد میکنم و الکی اون کارتا رو صرف نکنین. و نکته دومم که نکته آخری که میخوام بهتون بگم در این ویدیو، تو این بخش اکسچنج بهترین پکی که بهتون پیشنهاد میکنم بزنید تو این بخش UCL or Unstreamer Rank Player، این پک که بهترین پک موجوده که بازیکن خوبی میده به همراه این دو کارت رنگ ها که خیلی خوبه. این دو تا کارت خیلی ارزش داره. خب همین، این اولین ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب که حتما، یعنی ببینید تا 100 نفر سابسکرایبش تک تک شما احتیاج داره. خواهش میکنم که سابسکرایب بیادتون نره، خواهش میکنم اون دکمه قرمز رو بزنین. زنگولم نمیخواد اصلا، زنگولم نزنی، اصلا مهم نیست، فقط اون قرمز رو بزنین. لایک هم که اگه بکنید که عشق منه. خب کاری خداحافظ.